در سال 524 پیش از میلاد 50,000 سرباز زبده هخامنشی مجهز به پیشرفته ترین ادوات جنگی جهان باستان وارد بیابان‌های غرب مصر شدند و دیگر هرگز باز نگشتند. نه جنگی رخ داد، نه جسدی بازگشت و نه پیامی ارسال شد. تاریخ میگه طوفان شن اونها رو بلعید، اما علم زمین شناسی و منطق نظامی چیز دیگه‌ای میگه. آیا ممکنه بزرگترین امپراتوری جهان قربانی یک توطئه سیاسی شده باشه؟ امروز در پادکست نورا پرونده ای رو باز میکنیم که هرودوت سعی در بستن اون داشت، اما باستان شناسی مدرن راز اون رو برملا کرد. ارتش گم شده کمبوجیه کجاست؟ سلام بر شما دوستداران تاریخ ایران و جهان. به پادکست تاریخی نورا خوش اومدید. جایی که ما تاریخ رو روایت نمی کنیم، بلکه اون رو با ترازوی اسناد و مدارک می سنجیم. من مرجان هستم و در این اپیزود قصد داریم یکی از بزرگترین معماهای حل نشده باستان شناسی رو واکاوی کنیم. تاکید می کنم که در این کانال هیچ سخنی بدون سند گفته نمیشه. مبنای تحلیل امروز ما تقابل دو روایته. نخست روایت کلاسیک بر اساس کتاب سوم تواریخ هرودوت بندهای 17 تا 26 که منبع دست اول ماست، و دوم روایت مدرن و علمی که بر پایه اکتشافات میدانی تیم برادران کاستیلیونی در دهه 90 میلادی و از اون مهمتر مقاله جریانساز پروفسور اولاف کپر از دانشگاه لیدن هلند در سال 2014 بنا شده. ما میخوایم بدونیم چطور کتیبه های معبد پیتوباستیس نظریه 2500 ساله هرودوت رو به چالش میکشن. اگر به دنبال حقیقت خالص تاریخ هستید، تا پایان این بررسی دقیق همراه ما باشید. برای درک فاجعه‌ای که در بیابان سیوا رخ داد، ما نمیتونیم صرفاً به لحظه طوفان نگاه کنیم. باید به عقب برگردیم، به ذهنیت مردی که فرمان این حرکت رو صادر کرد، کمبوجیه دوم. بیایید تقویم تاریخ رو روی سال 525 پیش از میلاد متوقف کنیم. نبرد پلوزیوم به پایان رسیده. ارتش هخامنشی با تکیه بر نبوغ نظامی و استفاده از روانشناسی جنگ ارتش فرعون پسامتیخ سوم رو در هم شکسته و ممفیس سقوط کرده. مصر، این جواهر دنیای باستان، حالا بخشی از ساتراپی هخامنشی. اما در اینجا با یه پارادوکس بزرگ تاریخی روبرو هستیم که کلید حل معمای ارتش گم شده است. تاریخ نگاری کلاسیک یونانی به ویژه هرودوت در کتاب سوم تواریخ تلاش عجیبی داره تا چهره‌ای دیوانه، مجنون و بی احترام به مقدسات از کمبوجیه ترسیم کنه. هرودوت ادعا میکنه که کمبوجیه گاو مقدس آپیس رو کشت و معابد رو غارت کرد. اما آیا واقعاً یه امپراتور که در مکتب کوروش بزرگ تربیت شده تا این حد از منطق سیاسی تهیه؟ پاسخ رو باید در اسناد خود مصر جستجو کنیم، نه در روایت دشمنان یونانی. دوستان لطفاً به این سند دقت کنید. تندیس اوجاهورسنت که اکنون در موزه واتیکان نگهداری میشه. اوجاهورسنت دریادار و پزشک عالی رتبه مصری بود که به خدمت کمبوجیه در اومد. او در کتیبه روی مجسمش صراحتاً میگه کمبوجیه شاه مصر اولیا و سفلا به معبد نیت در سایس احترام گذاشت. اون رو پاکسازی کرد و درآمدهای معبد رو بازگردون. این سند نشون میده که کمبوجیه نه تنها دیوانه نبود، بلکه یک سیاستمدار عملگرا بود که دقیقاً مثل پدرش کوروش در بابل قصد داشت با احترام به خدایان محلی مشروعیت سلطنتش رو تثبیت کنه. او حتی لباس فرعون رو پوشید و عنوان مصری مسوتی را به معنی فرزند خدای را برای خود انتخاب کرد. پس سوال اصلی اینجاست: اگه کمبوجیه تا این حد سیاستمدار بود، چرا ناگهان
جهان تصمیم گرفت 50,000 سرباز زبده، یعنی بخش عظیمی از نیروی نظامیش رو به دل خطرناکترین بیابان آفریقا بفرسته، اون هم برای نابودی یه معبد دور افتاده. کلید واژه اینجاست: مشروعیت سیاسی. در ساختار قدرت مصر باستان، فرعون شدن فقط با فتح نظامی ممکن نبود. شما نیاز به تأییدیه الهی داشتید و در اون زمان قلب تپنده این تأییدیه الهی نه در ممفیس و تبس، بلکه در هزاران کیلومتر دورتر در میان شنهای سوزان واه سیوا میتپید: معبد آمون. کاهنان آمون در سیوا قدرتی فراتر از یه نهاد مذهبی داشتند. اونها شاه ساز بودند. قرنها بعد اسکندر مقدونی هم این خطر رو حس کرد و دقیقاً همین مسیر رو رفت تا کاهنان او رو پسر زئوس آمون بنامند. به نظر میرسه که کاهنان سیوا از تایید سلطنت کمبوجیه سرباز زدن. این نه گفتن یه مسئله مذهبی ساده نبود. این یک اعلام جنگ سیاسی بود. اگر کاهنان آمون مشروعیت کمبوجیه رو رد می کردند، هر لحظه احتمال داشت شورش‌های ناسیونالیستی در سراسر مصر شعله‌ور بشه. کمبوجیه به عنوان یک استراتژیست نظامی میدونست که نمیتونه این کانون اپوزیسیون رو تحمل کنه. بنابراین تصمیم او برای اعزام سپاه ناشی از جنون نبود، بلکه یک جراحی دقیق نظامی برای قطع کردن سرمار بود. او میخواست پیامی واضح به تمام مصر بفرسته: هیچ قدرتی، حتی خدایان بیابان، نمیتونه در برابر ارتش پارس مقاومت کنه. طرح عملیات اینگونه ریخته شد: سپاه امپراتوری به دو شاخه تقسیم شد. کمبوجیه خودش با بخشی از سپاه به سمت جنوب یعنی اتیوپی رفت تا مرزهای جنوبی رو امن کنه و همزمان یه لشکر عظیم 50,000 نفری متشکل از پیاده نظام سنگین اسلحه، کمانداران و احتمالاً بخشی از گارد جاویدان از شهر تبس یا همون لوکسور امروزی جدا شدند. مأموریت اونها مشخص، بیرحمانه و مطلق بود: رسیدن به واحه سیوا، به بردگی گرفتن کاهنان خائن و سوزاندن معبد آمون تا آخرین خشت. دستوری که قرار بود پایه‌های قدرت هخامنشی رو محکم کنه، اما نمیدونستن که دارن به استقبال یکی از بزرگترین معماهای مرگبار تاریخ میرن. حالا بیایید دقیق‌تر به لوجستیک این حرکت نگاه کنیم. حرکت دادن 50,000 نفر در دنیای باستان شوخی نیست. تدارکات آب، غذا، مسیرشناسی در مسیری که به دریای شن معروف بود نیازمند یک سازماندهی فوق بشری بود. هرودوت گزارش میده که اونها تا شهر واحه که امروزه به نام الخارجه میشناسیم به سلامت رسیدن. این یعنی حدود 7 روز پیاده روی در شرایط سخت. تا اینجا همه چیز طبق نقشه مهندسی شده ستاد جنگ هخامنشی پیش میرفت. اما به محض خروج از الخارجه به سمت غرب اونها وارد قلمرویی شدند که نقشه ها در اون رنگ میبازند. استراتژی تدوین شد و فرمان صادر گردید. حالا بیاید دوربینمون رو روی میدان عملیات ببریم. حرکت از شهر باستانی تبس آغاز میشه. 50,000 سرباز. برای اینکه درک درستی از این عدد داشته باشید تصور کنید جمعیتی معادل نیمی از استادیوم آزادی، اما همه مسلح، زره‌پوش و در حال رژه. طول ستون نظامی چنین ارتشی با احتساب 4 پایان، تدارکات و فاصله ایمنی کیلومترها در دل کویر امتداد داره. فاز اول عملیات طبق متون تاریخی موفقیت آمیز بود. ارتش پارس پس از حدود 7 روز پیمایش به شهری میرسه که یونانیان به اون اوسیس یا جزیره سعادتمندان میگفتن. تطبیق جغرافیایی امروزی نشون میده که این مکان همان واحه الخارجه است، بزرگترین واحه در صحرای غربی
غربی مصر که ایستگاه حیاتی کاروانها بود. تا اینجا اونها هنوز در مسیرهای شناخته شده تجاری بودن. آب هست، آذوقه هست و راهنماها مسیر رو میشناسن. اما نقطه بی بازگشت دقیقاً بعد از خارج است، جایی که ارتش باید به سمت شمال غربی بپیچه و وارد یکی از مخوف‌ترین عوارض طبیعی کره زمین بشه، دریای شن بزرگ. از اینجا به بعد نقشه ها سفید میشن، دیگه خبری از چاه‌های آب نیست. و حالا میرسیم به صحنه جرم. بیاید دقیقاً همون متنی رو بازخوانی کنیم که 2500 سال ذهن مورخان رو درگیر کرده. هرودوت کتاب سوم تواریخ بند 26. هرودوت گزارش خود رو نه از مشاهدات عینی بلکه بر اساس شنیده هاش از بومیان آمون می نویسه. او با دقت یک گزارشگر حادثه میگه سپاهیان به جایی در میانه راه رسیدند. زمانی که آنان مشغول خوردن غذای نیمروز بودند، ناگهان بادی از سمت جنوب وزیدن گرفت. بادی چنان سهمگین و غیر عادی که ستونهای شن رو چون کوه بر سر آنان آوار کرد و تمام سپاه رو در زیر خود پنهان ساخت. بدین گونه بود که آنان ناپدید شدند. بیاید این پاراگراف رو از دیدگاه یک اقلیم شناس و یک فرمانده نظامی تحلیل کنیم. هرودوت از بادی صحبت میکنه که ما امروز در مصر به نام خمسین یا در عربی کلاسیک سموم میشناسیم. خمسین یه نسیم معمولی نیست، یه هیولای جویه. این پدیده معمولاً در بهار رخ میده و میتونه در کمتر از 2 ساعت دمای هوا رو از 30 درجه به بالای 50 درجه برسونه. رطوبت نسبی به زیر 5% سقوط میکنه. این یعنی چی؟ یعنی بدن انسان مثل یک کوزه سفالی خیس در کوره تمام آب خود رو در چند دقیقه از دست میده. اما نکته ترسناکتر الکتریسیته ساکنه. در طوفان‌های شدید شن استحکاک ذرات شن الکتریسیته ساکن تولید میکنه که باعث اختلال در قطب نماها و از اون مهمتر ایجاد سردردهای شدید عصبی و جنون آنی در افراد میشه. تصور کنید 50,000 نفر وسط جهنم، دید صفر مطلق. شما حتی دستان خودت رو نمیبینی. صدای زوزه بادی که فرمان فرماندهان رو در گلو خفه میکنه و گرمایی که مغز رو میجوشونه. با این حال یه سوال فنی و بسیار مهم برای ما مطرحه. آیا طوفان شن واقعاً میتونه 50,000 نفر رو در حالت ایستاده یا نشسته دفن کنه؟ ببینید فیزیک طوفان شن معمولاً به این شکل نیست که ناگهان 10 متر خاک روی سر شما بریزه. اکثر باستانشناسان و زمین شناسان مدرن معتقدند که توصیف هرودوت از دفن شدن آنی کمی اغراق دراماتیک داره. سناریوی علمی‌تر و البته دردناکتر اینه: طوفان باعث گم شدن مسیر شد. ارتش راهش رو گم کرد. منابع آب تمام شد. سربازان زیر آفتاب سوزان یکی یکی از گرمازدگی و آتش جان دادند و سپس در طول ماه‌ها و سالها شنهای روان بیابان که مدام در حال حرکتن روی اجساد رو پوشاندن. هرودوت میگه اونها ناپدید شدن. این کلمه بار سنگینی داره. در تاریخ جنگ‌های باستان سابقه نداره که یک سپاه کامل بدون حتی یه بازمانده یا فراری ناپدید بشه. همیشه چند نفر برمیگردن تا خبر شوم رو بیارن. اما در مورد ارتش کمبوجیه سکوت مطلق. این سکوت اونقدر سنگین و غیر منطقیه که بسیاری از محققان مدرن رو وادار کرد تا به کل ماجرای طوفان شک کنند. آیا واقعاً طبیعت به تنهایی قاتل 50,000 سرباز زبده هخامنشی بود یا طوفان شن فقط یه پوشش عالی برای پنهان کردن یه فاجعه انسانی دیگه بود؟ اینجاست که باید از متن هرودوت فاصله بگیریم و بیل و کلنگ باستانشناسی رو برداریم. جایی که در دهه 90 میلادی در گوشه‌ای دور افتاده از بیابان که هیچ کس انتظارش رو نداشت، فلزات زنگ زده ای از دل خاک بیرون اومدن که سرنخهای جدیدی به ما دادن.
برای قرنها بیابان غربی مصر برای باستانشناسان حکم الدورادو رو داشت، اما نه شهری از طلا بلکه شهری از استخوان و آهن. تصور کنید پیدا کردن محل دفن 50,000 سرباز، یعنی دسترسی به 50,000 کلاهخود، شمشیر، زره، سکه و ابزار زندگی روزمره که در یک کپسول زمان 2500 ساله دست نخورده باقی موندن. این بزرگترین سایت جنایی تاریخ باستانه. از قرن 19 ماجراجویان زیادی مثل کنت آلماسی که شخصیتش رو در فیلم بیمار انگلیسی دیدیم به دنبال این ارتش گشتن، اما بیابان بی‌رحم‌تر از اونه که رازش رو فاش کنه. بسیاری گم شدن و بسیاری دست خالی بازگشتن تا اینکه در سال 1996 ورق برگشت. دو برادر دوقلوی ایتالیایی آنجلو و آلفردو کاستیلیونی وارد صحنه شدند. دوستان، برادران کاستیلیونی گنجیاب نبودند. اونها اتنولوژیست ها و باستانشناسان میدانی بسیار قهار بودند که پیش از این شهر افسانه‌ای برنیس پانکریسوس یعنی شهر طلا رو کشف کرده بودند. پس وقتی ادعایی میکنن جهان علم گوش میده. فرضیه اونها درخشان بود. اونها گفتند ارتش کمبوجی احمق نبوده که از مسیر مستقیم و شناخته شده کاروانها بره، چون جاسوسان معبد آمون متوجه می شدن. منطق نظامی حکم میکنه که کمبوجیه برای عنصر غافلگیری مسیری انحرافی دشوارتر و جنوبیتر رو انتخاب کرده باشه تا از پشت به واحه سیوا حمله کنه. تیم کاستیلیونی بر اساس این تئوری مسیری رو در فلات گیلف کبیر بررسی کردند که هیچ کاروانی از اون عبور نمی کرد و اونجا در زیر سایه یه صخره عظیم طبیعی که میتونست پناهگاهی در برابر طوفان باشه چیزی رو یافتن که نفسها رو در سینه حبس کرد. اونها چی پیدا کردن؟ نه یک جسد بلکه صدها قطعه خرد شده. مهمترین یافته اونها صدها سر پیکان برنزی سپره بود. چرا این مهمه؟ چون این نوع سر پیکان امضای دقیق ارتش هخامنشیه. نمونه های مشابه اون در تخت جمشید و سایت های جنگ های ایران و یونان پیدا شده. این سر پیکان ها در اون ناکجا آباد چه می کردن؟ در کنار اینها اشیاء حیرت انگیز دیگری کشف شد. یک، خنجرهای آهنی که اکسیده شده بودند اما فرم آنها کاملا ایرانی بود. دو، قطعاتی از گوشواره‌های نقره‌ای ظریف. وجود جواهرات نشان میداد که افسران عالی رتبه در آنجا حضور داشتند. 3. تکه های سفال که آزمایش های ترمولومینسانس قدمت اونها رو دقیقاً به حدود سال 525 قبل از میلاد یعنی زمان حمله کمبوجیه نسبت داد. کاستیلیونی ها حتی بقایای استخوان های انسانی رو زیر صخره پیدا کردند که زیر آوار سنگ دفن شده بودند. سناریوی اونها این بود: ارتش در مسیر انحرافی حرکت می کرده. طوفان شروع میشه. بخشی از سربازان به زیر این صخره‌های عظیم پناه میبرند تا از طوفان در امان باشند. اما شدت طوفان یا شاید زلزله‌ای همزمان باعث ریزش صخره میشه و این گروه کوچک همانجا دفن میشن. بقیه ارتش در فضای باز پراکنده شده و از بین میرن. اونها حتی مستندی ساختن و کتابی منتشر کردند که جهان رو تکان داد. تیتر روزنامه ها نوشتند ارتش کمبوجیه پیدا شد. اما و این امای بزرگی است. چرا امروز که من با شما صحبت می کنم هنوز در کتاب‌های دانشگاهی می‌نویسند ارتش گم شده کمبوجیه؟ چرا پرونده بسته نشد؟ جامعه علمی با وجود احترام به یافته‌های کاستیلیونی قانع نشد. دلایل اونها برای ما که می‌خوایم دقیق باشیم بسیار مهمه.
ما اینجا 3 تا نقد داریم که باید بررسیشون کنیم. نقد اول مقیاس یافته هاست. ما در مورد 50,000 نفر صحبت می‌کنیم. یافته های برادران کاستیلیونی در بهترین حالت متعلق به یک گروه کوچک گشتی یا یک دسته پیشرو بوده. پیدا کردن چند اسکلت و مقداری سلاح ثابت نمی‌کنه که کل ارتش اونجا بوده. ممکنه اینها فقط یک گروه گم شده باشن. نقد دوم مسیر غیر منطقیه. منتقدان میگن مسیری که کاستیلیونی ها پیشنهاد دادن حتی برای یه ارتش باستانی هم بیش از حد دشوار و بی‌آبه. لوجستیک آبرسانی به 50,000 نفر در اون مسیر جنوبی عملاً غیر ممکن بود. نقد سوم فقدان کتیبه یا مهر سلطنتی. در میان یافته ها هیچ مهر استوانه‌ای، هیچ کتیبه یا شیء خاصی که نام کمبوجیه یا فرماندهانش رو داشته باشه پیدا نشد. سر پیکان‌های هخامنشی در اون زمان در تمام خاورمیانه استفاده می‌شدن و حتی ممکنه متعلق به راهزنان یا تجار مسلحی باشند که از سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کردن. بنابراین معمای ما حل نشد. کاستیلیونی ها فقط یه رد پا پیدا کردن، نه خود قربانی رو. این بنبست ادامه داشت تا سال 2014 زمانی که پروفسور اولاف کپر باستانشناس برجسته دانشگاه لیدن اعلام کرد ما تمام این سالها اشتباه می‌کردیم. ما در جای غلطی دنبال ارتش می‌گشتیم چون به داستان غلطی گوش می‌دادیم. او معتقد بود مشکل در خاک نیست، مشکل در روایته. یافته‌های او در سایت باستانشناسی امیده در واحه داخل پنجره‌ای کاملا متفاوت رو باز کرد که نه ربطی به طوفان داشت و نه بیابان. تا اینجا ما 2 فرضیه رو بررسی کردیم. خشم طبیعت یعنی طوفان شن و گم شدن در مسیر انحرافی یعنی فرضیه کاستیلیونی. اما سال 2014 در یک کنفرانس بین‌المللی مصر شناسی پروفسور اولاف کپر از دانشگاه لیدن هلند پشت تریبون رفت و جمله‌ای گفت که سالن رو در سکوت فرو برد. او گفت ارتش کمبوجیه هرگز گم نشد. اونها شکست خوردن. اما تاریخ نویسان ترجیح دادن این شکست رو سانسور کنن. بیاید این نظریه انقلابی رو که به تئوری لیدن معروف شده با دقت یه جراح کالبد شکافی کنیم. مدارک پروفسور کپر از کجا می اومد؟ پروفسور کپر 10 سال مشغول حفاری در واحه داخله بود. منطقه‌ای که در باستان به نام امهیدا یا شهر باستانی تریمیتیس شناخته میشد. اینجا دقیقاً همون جاییه که ارتش کمبوجیه پس از خروج از خارجه باید از اون عبور میکرد. در جریان این حفاری‌ها تیم دانشگاه لیدن بلوک‌های سنگی معبدی رو پیدا کردند که حاوی لیستی از فرعون‌ها بود و در میان این نام‌ها نامی به چشم می‌خورد که حلقه گم شده این پرونده بود. پتوباستیس سوم با نام سلطنتی سرویبره. دوستان، پتوباستیس یک راهزن معمولی نبود. او یک شاهزاده قدرتمند مصری از ثلاثه 26 بود که در هرج و مرج ناشی از حمله کمبوجیه در واحه‌های غربی اعلام استقلال کرده و خودش رو فرعون نامیده بود. او پایگاه قدرتمندش رو دقیقاً در واحه داخل بنا کرده بود، یعنی دقیقاً در گلوگاه مسیری که ارتش هخامنشی باید از اون رد میشد. سناریوی واقعی چی بود؟ بر اساس تحلیل پروفسور کپر، ارتش 50,000 نفری کمبوجیه خسته از راهپیمایی 7 روزه در بیابان با ذخایر آب جیره بندی شده وارد واحه داخله میشه. اونها انتظار دارن با مردمی ترسیده روبرو بشن، اما ناگهان خود رو در محاصره میبینن. پتوباستیس سوم که جغرافیای منطقه رو مثل کف دستش میشناخت
کمین کرده بود. این یک نبرد کلاسیک جنگ نامتقارن بود. یک، نیروهای مصری تازه نفس بودن و در خانه می جنگیدن. دو، ارتش پارس سنگین اسلحه و خسته از گرما در زمینهای ناشناخته گیر افتاده بود. سه، پتوباستیس احتمالاً راههای رسیدن به چاههای آب رو بسته بود. نتیجه چی میشه؟ یک قتل عام تمام عیار. ارتش هخامنشی نه توسط شن بلکه توسط شمشیرهای شورشیان مصری نابود شد. پتوباستیس پیروز شد و برای مدتی کوتاه حدود 2 سال بر بخش‌های بزرگی از مصر حکومت کرد و حتی در ممفیس تاجگذاری کرد. حالا سوال طلایی اینجاست: چرا هرودوت نوشت طوفان شن؟ چرا هیچ کس نگفت شکست خوردیم؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه میشه: پروپاگاندا، و معمار این پروپاگاندا کسی نیست جز داریوش بزرگ. بیایید پازل سیاسی رو کنار هم بذاریم. 2 سال بعد از این ماجرا کمبوجیه میمیره. داریوش بزرگ به قدرت میرسه. او با شورش‌های عظیمی در سراسر امپراتوری روبروه که در کتیبه بیستون شهر داده. او به مصر میاد و پتوباستیس رو با خشونت سرکوب میکنه و میکشه. حالا داریوش با یک دوراهی تاریخی روبروه. آیا باید در اسناد رسمی اعلام کنه که ارتش جاویدان و شکست ناپذیر پارس توسط یک شورشی محلی مصری تار و مار شد؟ ابداً. این اعتراف به ضعف بود. این کار میتونست به سایر ساتراپی ها مثل بابل، ایلام، ماد جرأت شورش بده. حیثیت نظامی هخامنشیان نباید لکه‌دار میشد. پس دستگاه تبلیغاتی هوشمند داریوش روایتی جایگزین ساخت. اونها گفتن ما شکست نخوردیم. دشمن ما انسان نبود. دشمن ما قهر طبیعت بود. اراده خدایان و طوفان سهمگین شن سپاه ما رو گرفت. این یک دروغ عالی بود. اولا شکست در برابر طبیعت ننگ نظامی محسوب نمیشه. ثانیاً ترسناک بودن بیابان رو نشون میده و به سربازان آینده هشیار میده. ثالثاً نام پتوباستیس رو از تاریخ پاک میکنه. داریوش میخواست نام این شورشی چنان محو بشه که انگار هرگز وجود نداشته و موفق هم شد. 70 سال بعد وقتی هرودوت به مصر سفر کرد تا تاریخ بنویسه، نسل جدید مصری ها دیگه پتوباستیس رو به یاد نداشتن یا جرأت نمی کردن نامش رو بیارن. اونها همون روایت رسمی حکومت هخامنشی رو برای هرودوت تعریف کردن. بله، بادی وزید و اونها ناپدید شدن و هرودوت این روایت رو ثبت کرد و به مدت 2500 سال ما در حال خواندن نسخه سانسور شده تاریخ بودیم. یافته‌های دانشگاه لیدن نشون میده که بلوک‌های سنگی معبد پتوباستیس عمدن تخریب و بازسازی شده بودند تا نام او حذف بشه. اما خوشبختانه چند قطعه از زیر خاک بیرون اومد تا حقیقت رو فاش کنه. پس دوستان، داستان ارتش گم شده داستان باد و خاک نیست، داستان خون و سیاسته، داستان تلاشی برای حفظ اباحت یه ابرقدرت به قیمت تحریف واقعیت. و اکنون به مهمترین سوال این پرونده میرسیم. سوالی که پاسخ اون درک ما از تاریخ نگاری باستان رو برای همیشه تغییر میده. اگر ارتش کمبوجیه واقعاً در نبرد با پتوباستیس شکست خورد و قتل عام شد، چرا تاریخ 2500 سال سکوت کرد؟ چرا ما در کتاب‌های مدرسه و دانشگاه فقط از طوفان شن خوندیم؟ چرا هیچ کتیبه‌ای نگفت ما جنگیدیم و باختیم؟ برای پاسخ به این سوال باید از بیابان خارج بشیم و به کاخهای هخامنشی بریم. باید با ذهنیتی آشنا بشیم که پدر پروپاگاندای سیاسی در جهانه، داریوش بزرگ. بیایید تقویم رو ورق بزنیم. سال 522 پیش از میلاد کمبوجیه در راه بازگشت به ایران به طرز مشکوکی میمیره. امپراتوری در هرج و مرج مطلق فرو میره. گئومات مغ
یعنی بردیای دروغین ادعای تاج و تخت میکنه. داریوش قیام میکنه، گئومات رو میکشه و تاجگذاری میکنه. در همین لحظه سراسر امپراتوری شعله‌ور میشه. بابل شورش میکنه، ایلام شورش میکنه، ماد سرکوب میشه و البته مصر. پتوباستیس سوم در مصر هنوز قدرت داره و خودش رو فرعون میخونه. داریوش که شاید بزرگترین نابغه اداری و سیاسی تاریخ باستان باشه، میدونه که امپراتوری هخامنشی فقط با شمشیر حفظ نمیشه، بلکه با ابهت و ترس پابرجا میمونه. ارتش پارس باید در ذهن دشمنان شکست ناپذیر جلوه کنه. حالا تصور کنید خبر برسه که 50,000 نفر از زبده ترین سربازان این ارتش شکست ناپذیر توسط یه شورشی محلی در یه واحه دور افتاده قتل عام شدن. این خبر فاجعه باره. این یعنی غول شکستنی است. اگر این خبر پخش میشد، مشروعیت نظامی هخامنشیان فرو میریخت و جسارت شورش به تمام ساتراپی ها سرایت میکرد. این یک لکه ننگ نظامی بود که داریوش نمیتونست اون رو بپذیره. پس اتاق فکر داریوش وارد عمل شد. اونها به یک روایت جایگزین نیاز داشتن. روایتی که هم ناپدید شدن 50,000 نفر رو توجیه کنه و هم آبروی ارتش رو حفظ کنه. چه چیزی بهتر از قهر طبیعت؟ بیاید این استراتژی رو کالبد شکافی کنید. یک، سلب مسئولیت. وقتی شما در جنگ شکست میخورید یعنی ضعیف هستید، اما وقتی طوفان شما رو نابود میکنه یعنی بدشانس بودید، یا شاید اراده خدایان چنین بوده. هیچ ژنرالی به خاطر طوفان ملامت نمیشه. با این دروغ ضعف نظامی تبدیل به تراژدی طبیعی شد. دو، ایجاد ترس جغرافیایی. با انتشار داستان بادهای آدمخوار، داریوش عملاً یک دیوار دفاعی روانی دور مصر کشید. او به دشمنان آینده پیام داد حتی فکر عبور از بیابانهای غربی رو نکنید، چون طبیعت شما رو میبلعه. این یک جنگ روانی هوشمندانه بود. 3، حذف سیستماتیک. داریوش پس از سرکوب شورش‌های داخلی شخص یا توسط سردارانش به مصر رفت. حدود سال 518 پیش از میلاد او پتوباستیس رو دستگیر و اعدام کرد، اما اعدام فیزیکی کافی نبود. او باید اعدام تاریخی میشد. دستور صادر شد نام پتوباستیس از تمام کتیبه ها و معابد تراشیده شود، تاریخ سلطنت او حذف شود و تمام اتفاقات آن دوره به حساب دوران فترت یا هرج و مرج گذاشته شود. این پاکسازی اونقدر تمیز و دقیق انجام شد که تا سال 2014 ما حتی مطمئن نبودیم پتوباستیس دقیقاً در چه سالی حکومت می‌کرده. حالا نقش هرودوت چیه؟ آیا هرودوت دروغگو بود؟ خیر، هرودوت پدر تاریخه، نه پدر دروغ. اما فراموش نکنید هرودوت حدود سال 450 پیش از میلاد به مصر سفر کرد، یعنی حدود 75 سال بعد از ماجرا. این یعنی حداقل 2 نسل گذشته بود. کسایی که با هرودوت صحبت می‌کردن نوادگان کسانی بودند که زیر سایه تبلیغات سنگین داریوش زندگی کرده بودند. روایت طوفان شن به قدری توسط دستگاه هخامنشی تکرار و تثبیت شده بود که تبدیل به حقیقت رسمی شده بود. کاهنان مصری به هرودوت گفتند باد آمد و آنها را برد، چون این تنها داستانی بود که اجازه داشتند بگویند، یا شاید تنها داستانی بود که خودشان باور کرده بودند. هرودوت این روایت رو نوشت و چون منبع دیگری نبود، این داستان قرن به قرن از یونانی به رومی و از رومی به کتب مدرن منتقل شد. ما برای 2500 سال داشتیم یک بیانیه مطبوعاتی از دربار داریوش رو به عنوان فکت تاریخی مطالعه می‌کردیم. اینجاست که عظمت کار باستانشناسی مدرن مشخص میشه. پروفسور کپر و تیمش با پیدا کردن نام خراشیده شده پتوباستیس روی یک سنگ در واحه داخل مشت 2500 ساله داریوش رو باز کردن. پس دوستان، ماجرا
برای ارتش گم شده درس بزرگی به ما میده. تاریخ رو فاتحان می‌نویسن، اما باستان شناسان حقیقت رو از زیر خاک بیرون می‌کشن. خب دوستان عزیز، الان زمان اون رسیده که تمام قطعات این پازل 2500 ساله رو روی میز کالبد شکافی بذاریم و به یک سنتز نهایی برسیم. ما در این اپیزود 3 لایه از واقعیت رو بررسی کردیم. بیایید وزن علمی هر کدومشون رو بسنجیم. لایه اول روایت کلاسیکه. روایت هرودوت از طوفان شن دراماتیک و سینماییه، اما از نظر زمین شناسی و فیزیک جوی پر از حفره است. علم امروز به ما میگه حتی سهمگین ترین بادهای خمسین هم نمیتونه یک ارتش 50,000 نفری رو با تمام ادواتش طوری ببلعه که هیچ ردی نمونه. طوفان شن میکشه، کور میکنه و گم میکنه، اما ناپدید نمیکنه. پس روایت هرودوت بیشتر شبیه به یک تمثیل ادبی یا یک پوشش سیاسی به نظر میرسه تا یک گزارش میدانی دقیق. لایه دوم شواهد مادی. یافته های برادران کاستیلیونی در سال 1996 غیر قابل انکارند. اون سر پیکانها و خنجرهای هخامنشی وجود دارن و واقعی هستند. اما بیایید منطقی باشیم. حجم این یافته ها با یک ارتش 50,000 نفری همخونی نداره. تحلیل منطقی اینه: اونچه کاستیلیونی ها پیدا کردن احتمالاً بقایای یک گروه جدا افتاده بوده. شاید بخشی از ارتش که پس از شکست در تلاش برای فرار از مهلکه راه رو گم کرده و در پناهگاه های صخره‌ای جان دادن. اونها کل ماجرا نیستن، بلکه رد پایی از فاجعه. لایه سوم زمینه سیاسی و در نهایت نظریه پروفسور کپر و دانشگاه لیدن. این قطعه است که تصویر رو کامل میکنه. وجود یک فرعون شورشی به نام پتوپاستیس سوم در مسیر حرکت ارتش دقیقاً همان حلقه مفقودی است که توضیح میده چرا ارتش متوقف شد. منطق نظامی حکم میکنه 50,000 سرباز جنگ دیده از باد نمیترسن، اما از کمین در یک دره ناشناخته با ذخایر آب تمام شده قطعاً شکست میخورن. بنابراین محتمل ترین سناریو چیه؟ به نظر میرسه حقیقت ترکیب تراژیک از هر سه باشه. ارتش کمبوجیه وارد واحه میشه و در کمین نیروهای پتوپاستیس گرفتار میشه. نظریه کپر. شکست میخوره و شیرازه سپاه از هم میپاشه. گروه‌هایی از بازماندگان برای فرار به دل بیابان میزنن و در اونجا گرفتار طوفان و آتش میشن و جان میدن. یافته های کاستیلیونی و در نهایت داریوش بزرگ که وارث این فاجعه میشه برای حفظ پرستیژ امپراتوری روی تمام این وقایع یه چادر ضخیم از جنس طوفان شن میکشه و حقیقت رو برای 25 قرن دفن میکنه. روایت هرودوت. دوستان، این پرونده به ما یادآوری میکنه که بیابانهای غرب مصر هنوز یکی از بکرترین سایت‌های باستانشناسی جهان هستند. ما هنوز گورستان اصلی رو پیدا نکردیم. اما خبر خوب اینجاست که تکنولوژی داره به ما کمک میکنه. استفاده از فناوری‌هایی مثل لیدار و باستانشناسی ماهواره‌ای شبیه کاری که دکتر سارا پارچک انجام میده، نوید رو میده که شاید در آینده نزدیک اسکن‌های حرارتی بتونن اون توده عظیم استخونی و فلزی رو در زیر تپه‌های شن شناسایی کنن. روزی که اون گورستان پیدا بشه، ما نه تنها بزرگترین گنجینه نظامی تاریخ باستان رو خواهیم دید، بلکه میتونیم صدای آخرین سربازان هخامنشی رو بشنویم که حقیقت رو فریاد میزنن. اون چه شنیدید تلاشی بود برای راستی آزمایی متون کلاسیک با ابزارهای نوین باستانشناسی. پرونده ارتش کمبوجیه نشون داد که حقیقت گاهی زیر لایه‌های ضخیم مصلحت‌های سیاسی دفن میشه. اکنون کرسی قضاوت در اختیار شماست. به عنوان یک پژوهشگر کفه استدلال رو به نفع کدوم روایت سنگین‌تر می‌بینید؟ شواهد زمین شناسی یا اسناد سیاسی دانشگاه
لیدن. دیدگاه‌های تخصصی خودتون رو برای ما بنویسید، چرا که بحث‌های شما در کامنت‌ها ارزش علمی این محتوا رو تکمیل می‌کنه. اگر حامی تولید محتوای مرجع و پژوهش محور هستید، با عضویت در کانال نورا به تداوم این جریان کمک کنید. تا گشودن پرونده دیگر بدرود.